دوستان گرامی درود، امید دارم خوب و تندرست باشید. متاسفانه در این چند روز پسین شماری از افراد مانند عبدالقدیر که همیشه از مذهب و دین سوء استفاده می کنند، این بار نیز از آدرس دین و مذهب سوء استفاده کردند و ضد ارزش‌های فرهنگی و هویت ملی کشورهای منطقه از جمله کشور همزبان و همفرهنگ ما تاجیکستان سخنان نادرست گفتند و در این سخنان نادرست با حقوق زنان تاجیکستان و شیوه زندگی و پوشش آنان که بر اساس ارزش‌های فرهنگی، ملی، اجتماعی و تاریخی کشور تاجیکستان صورت می‌گیرد نیز تاختند. ما کسانی که به ارزش‌های ملی و هویت ملی کشورها از جمله کشور تاجیکستان احترام می‌گذاریم، سخنان نادرستی عبدالقدیر و افراد مانند او را تقبیح می‌کنیم. من از اینجا چند مورد را به یاد عبدالقدیر و افراد مانند او می آورم. واقعا اگر این افراد به آموزه‌های دین، به حقوق بشر، به ارزش زندگی انسانها احترام دارند، چرا چندی پیش که شماری از دختران در کابل و سایر شهرها توسط افراد طالبان ربوده شدند و از سرنوشت برخی از آنها هنوز خبری نیست، انتقاد نکردند؟ همه دیدیم بر زنان زندانی در زندان طالبان تجاوز جنسی صورت گرفت و جسدهای شماری از زنان از زندانها و جاهای دیگر به بیرون به دشت و بیابان پرتاب شدند. چرا عبدالقدیر و افراد مانند او از این وضعیت انتقاد نکردند؟ 3 سال می شود آموزش دختران و شغل زنان در افغانستان ممنوع است. در کدام کشور اسلامی دیگر آموزش دختران و شغل زنان ممنوع است؟ پس چرا عبدالقدیر و افراد مانند او از ممنوعیت آموزش دختران و شغل زنان در افغانستان انتقاد نمی کنند؟ همه شاهد بودیم و شاهد هستیم که افرادی از پاکستان توسط طالبان در سمت شمال افغانستان جابجا می شوند. جای و جایداد، زمین و خانه افراد بومی سمت شمال افغانستان که بیشتر تاجیک و ازبک هستند به این افراد پاکستانی به زور و اجبار داده می شود. چرا عبدالقدیر و افراد مانند او از این ستم قومی انتقاد نمی کنند؟ عبدالقدیر اساساً از قوم ازبک ما است. دیده و می بیند پیش چشم خود که جای و جایداد افراد قوم ازبک در سمت شمال به کسانی داده می شود که از پاکستان آورده شدند. چرا برای حق تلفی حقوق قوم خود انتقاد نمی کند؟ این که در این شرایط عبدالقدیر و افراد مانند او می آیند درباره ارزش‌های ملی و فرهنگی و هویت ملی کشورها از جمله کشور تاجیکستان سخنان نادرستی میگویند، باید دقت داشته باشیم که این افراد قصد شومی دارند، میخواهند خشونت را و افراطگرایی را و رادیکالیسم را فراتر از افغانستان رواج بدهند. اینها وابسته به
گروه های تندرو تروریستی و استخباراتی هستند و طبق دیکته آنها سخن میگویند. اگر نه عبدالقدیر و افراد مانند او در افغانستان اجازه سخن گفتن ندارد. امین عبدالقدیر توسط طالبان چند پیش از مسجد و منبر باز داشته شد و این کدام اعتراضی نتوانست. از آن به بعد ساکت بود، چون طالبان گوشی عبدالقدیر و افراد مانند او را تو داده است که در مسائل داخلی افغانستان که متعلق به طالبان هست سخنی نگویند و اینا هم کدام جرأت و جسارتی ندارند که از طالبان و رفتار طالبان انتقاد بکنند. این که در این شرایط می آیند به مسائل کشورهای دیگر می پردازند و سخنان نادرست می گویند، در واقعیت امر بر اساس یک دیکته و بر اساس یک قصدی صورت می گیرد. امین عبدالقدیر و افراد مانند او در دوره جمهوریت از دین و مذهب طبق منفعت شخصی و سلیقه شخصی خود استفاده میکردند. مثلا از خارجی ها پول میگرفت، از حکومت قبلی پول میگرفتند و بعد طبق امان منفعت شخصی خود گاهی تبلیغ حکومت قبلی رو میکردند، گاهی تبلیغ خارجی ها رو میکردند و گاهی هم که پول به ایشان نمیرسید با سوی استفاده از احساسات مذهبی جوانان و عام مردم خشونت را ترویج میکردند تا مورد توجه خارجی ها و حکومت قبلی قرار بگیره و پول و پیسه کمایی بکنند. بنابراین افغانستان را و نسل ما را و زندگی زنان افغانستان را همین گونه افراد خراب کردند که از دین و مذهب طبق سلیقه شخصی و منفعت شخصی خود استفاده کردند. امروز مردم افغانستان نان ندارد، مردم افغانستان پوشاک ندارد، مردم افغانستان آرامش و آسایش ندارد. چند میلیون افراد از افغانستان آواره و فراری هستند. پس این افراد چی میخواهند؟ دنبال چی هستند که میخواهند درباره کشورهای منطقه و از جمله کشور تاجیکستان و ارزش‌ها و هویت ملی کشور تاجیکستان سخنان نادرستی بگویند؟ این افراد میخواهند همان بدبختی که در افغانستان اتفاق افتاده و توسط این افراد تندروی خشونت تبلیغ شده، میخواهند همان بدبختی را و همان خشونت و تندروی را به کشورهای دیگر انتقال بدهند.